سلام و درود، سلام و عرض عشق، سلام و عرض ادب. امیدوارم هر جا که هستین، در هر کشوری که هستین، در آرامش و در صلح درونی قرار داشته باشین، در صلح با خود قرار داشته باشین، در آرامش درونی قرار داشته باشین و همه وجودتان در آرامش و صلح قرار داشته باشد. چون این آرامش و صلح درونی است که در حقیقت صلح بیرونی و آرامش درونی و یک زندگی آرام و زیبا خلق میکنه در اون بیرون. و همه چیز اولش از اینجاست. اگر درون ما آرام هست، اگر یک درون آرام و زیبا داریم، می توانیم با این درون آرام و زیبا یک تصمیمی آرام و درست بگیریم که بتوانیم بعداً یک زندگی آرام و درست خلق کنیم. و این تصمیم و این زندگی بیرونی آرام و درست منشأش و اون راه حلش، اون چیزی که باعث می شود که یک زندگی آرام ما خلق کنیم، اولش یک درون آرام هست، یک ذهن آرام هست، یک وجودی در صلح هست. اگر فرض کنی یک بار اگر وجود در صلح نباشد، اگر ذهن ترس داشته باشد، اگر ذهنت هنوز یک اتفاق را از گذشته در خود نگه داشته است و هنوز درباره‌اش حرف میزند و کوشش میکند اون اتفاقی که در گذشته افتاده و اون را هنوز اصلاح کند و هنوز خودش را اثبات میکند، هنوز کوشش میکند درباره اتفاقی که افتاده و دیگر هیچ وجودی ندارد جز ذهن تو، هنوز ذهن تو کوشش میکند که اون اتفاق را اصلاح کند. اگر ذهن ما از این جنس ذهن باشد که این طور در گذشته گیر میکند یا در آینده گیر میکند، با این ذهن، با این درون ناآرام، با این درون بیقرار نمیشود یک زندگی آرام و قرار خلق کرد، نمیشود یک برنامه زیبا داشت، چون معلوم نیست این ذهن و این درون به آینده، به ترس‌های آینده گیر میکند، به گذشته گیر میکند. همه‌اش در این لحظه وجود ندارد، یعنی اینجا نیست. وقتی اینجا نیست و متمرکز روی کاری نیست که انجام میدهی و وقتی که درونت آرام نباشد و متمرکز نباشه روی کاری که انجام میدهی، نمیتوانی اون کاری که انجام میدهی را به درستی انجام بدهی. یا اگر میخواهی یک زبان یاد بگیری، یا میخواهی یک کاری انجام دهی، یا میخواهی هر کاری که باشد، تو باید حضور کامل داشته باشی برای اینکه اون کار را با کیفیت کامل و درستی انجام دهی. اگر حضورت کامل نباشد، اگر ذهن و توجهت در گذشته باشد، اگر ذهن و توجهت در ترس ها و استرس های آینده باشد، تو در حقیقت اینجا قرار نداری و وقتی اینجا قرار نداری، اون کاری را که داری در حال انجامش هستی و داری انجام میدهی، در حقیقت نمیتوانی انجام بدهی. در حقیقت چیزی از اون یاد نمیگیری، چیزی را، اون کار را به کیفیت کاملی که باید انجام شود انجام داده نمیتوانی. چرا؟ چون توجهت نیست. توجه که نباشد، معلوم نیست دقیقاً چی کار میکنی. و بیشتری از ما واقعاً و حقیقتاً که یا در گذشته هستیم یا در آینده هستیم، گیر کردیم در اتفاقهای آینده یا در ترس‌های آینده یا در استرس‌های آینده یا در اتفاقهای گذشته که یک اتفاق در گذشته افتاده 20 سال پیش، 10 سال پیش، یا یک کاری پدر ما، برادر ما، خواهر ما یا بچه خاله ما یا بچه کاکای ما در حق ما کرده و هنوز اون اتفاق در ذهن ما هر روز یاد آوری میشد. اون اتفاق از بین رفت موقعی که انجام شد، اما در ذهن ما هر بار که ما یاد آوری میکنیم و به مموری خود میگوییم که اون را بالا بیارد و به ما نشان دهد و ما به اون داریم انرژی میدیم و اون اتفاق ناخوشایند و
زیبایی که از گذشته ما می آید اون هنوز در ذهن ما زنده است، اون هنوز از ما انرژی می گیرد، اون هنوز وقتمان را می گیرد، اون هنوز از ما انرژی می گیرد، توجه می گیرد. پس اولین کار برای اینکه بخواهیم یک زندگی آرام خلق کنیم و یک زندگی با ثبات داشته باشیم، یک زندگی که مثل هارت بیت یا نوار قلب بالا پایین نیست، همیشه در یک حالت و یک ثبات و یک نظم قرار دارد، باید درون رو در یک حالت و در یک صلح قرار بدهی. در اول باید ذهنت را آرام کنی، گذشته را رها کنی، ترس را رها کنی، قضاوت و مقایسه را رها کنی، اثبات را رها کنی. این که تو بخواهی خودت را اثبات کنی که به نظر دیگران خوب به نظر برسد، یا این که بخواهی یک کاری بکنی که نتیجهش باعث لذت دیگران شود، در حقیقت داری انرژی میدهی به چیزهای بیرونی و هنوز ذهنت ناآرام هست، هنوز درونت ناآرام هست. پس با این درون ناآرام و بیقرار و پر از دغدغه و پر از ترس و حسرت نمی شود یک زندگی آرام و زیبا و یک زندگی با ثبات و با نظم ساخت. خب حالا راه چیست؟ راه چیست که بخواهیم درون خود را آرام کنیم؟ برای آرام کردن درون، راه این است که تو برگردی به خود و یاد بگیری که توجه خود را هدایت کنی و هدایت کردن توجه و گوش ندادن به ذهن، اینها راهش این است که تو مدیتیشن کنی، این که تو مراقبه کنی، این که تو سکوت کنی. سکوت یکی از قدرتمندترین چیزهایی هست که میتواند درون را آرام کند. سکوت، این که چقدر تکرار شده و چقدر کتاب ها داریم، چقدر مطالب داریم درباره این که درباره قدرت سکوت، که سکوت چه قدرتی دارد، که سکوت درونی و صلح درونی در حقیقت چه قدرتی دارد و چه قدرتی میتواند در اون بیرون ایجاد کند و چه زندگی میشود خلق کرد با یک سکوت و یک صلح درونی. پس راه این است که تو برای اینکه درونت را آرام کنی باید برگردی به درون خود و همه افکار و همه ذهن و همه بیقراری درون را نگاه کنی، همه عادت ها و همه این که ذهنت میخواهد برود در سوشال میدیا، این که برود یک چیزی بخورد در حال گرسنه نیستی، میرود در یخچال را باز میکند، داخل یخچال را نگاه میکند، یک چیزی پیدا میکند میخورد، بعد دوباره وقتی که اون چیز را خورد و تمام شد دوباره یه پشت یک چیز دیگر دنبال سوشال میدیا، و وقتی داری غذا میخوری غذا نمیخوری، داری تلفن را میبینی، داری سوشال میدیا اسکرول میکنی، داری درباره یک چیزی در آینده یا در گذشته فکر میکنی. در حقیقت غذا نمیخوری، در حقیقت در این حالت در اینجا در لحظه حال حضور نداری، آرامش نداری. ذهنت مثل یک میمون ناآرام از این فکر به اون فکر میپرد، از آینده به گذشته میپرد، همیشه از یک جا به یک جای میدود و میپرد، از یک چیز میخواهد. تو باید یک کاری بکنی، تو باید سوشال میدیا ببینی، تو باید استوری پست کنی، تو باید استوری های دیگران رو چک کنی، تو باید یک فیلم ببینی، تو باید یک کاری بکنی که اون ذهن و اون خواسته های ذهن را پر کنی و آرام کنی ذهنت را. و زمانی که در سکوت میشینی کاری که میکنی، ذهن میخواهد یک کار رو انجام دهد، ذهن میخواهد سوشال میدیا چک کنه، ذهن میخواهد یک چیزی بخورد، اما تو در سکوت نشسته ای و تصمیم میگیری که اینجا بشینی و به ذهنت میگویی که من هستم که تصمیم میگیرم چی کار کنم، نه تو که تصمیم بگیری هر چیزی که خواستی، هر میلی که داشتی این بدن رو حرکت بدهی و انجام بدهی. و زمانی که سکوت میکنی و میشینی مدیتیشن میکنی و مراقبه میکنی، در حقیقت
داری ذهنت را تابع میسازی که هر چیزی تو میگویی به همون شکل انجام شود، هر تصمیمی که تو میگیری به همون شکل انجام شود. داری به ذهنت و به احساسهایی که از فکری تو ایجاد میشود یاد میدهی و میبینی اونها را، بدون اینکه هیچ عکس العملی داشته باشی، بدون اینکه به افکارهایی از ترس یا از حسرت، از مقایسه، از اثبات، بدون اینکه هیچ واکنشی داشته باشی. مثل اینکه یک رادیو پهلویت هست و همیشه صحبت میکنه، همیشه یک چیز میگه، همیشه خبرهای بد و نگران کننده بهت میگوید، همیشه از حسرت ها و از غم های گذشته میگوید، اما تو هیچ واکنشی نداری و آرام آرام هستی و ذهن مثل همون رادیو است که صبح تا شب حرف میزند، همیشه میگوید، همیشه میخواهد، همیشه قضاوت میکند، همیشه مقایسه میکند، همیشه یک کاری انجام میدهد، یک حرفی میزند. Chatter mind, always chatting, always saying something, always doing something. همیشه یک چیزی میگوید. این ذهنی که همیشه حرف میزند و تو در سکوت کارت این هست که فقط اینها رو میبینی، مثل اینکه یک اسکرین جلوی چشمت هست و یک مجموعه از اطلاعات از گذشته، از آینده، از حرف‌های درباره جامعه، یک سری اثبات‌ها داخل این اسکرین میآید و میرود، میآید و میرود، میآید و میرود و تو اینجا نشستی و فقط افکارت را نگاه میکنی و ذهنت را نگاه میکنی بدون هیچ واکنشی، بدون اینکه هیچ عکس العملی داشته باشی، فقط نگاه میکنی. افکاری از ترس آینده میآید که فردا چی خواهد شد، که اگر پول از دست بدهم، اگر اون این کارو نکند، اگر این اتفاق بیفتد، اگر پول نداشته باشم، اگر هر طور. اما تو فقط نگاه میکنی بدون اینکه عکس العمل نشان دهی، بدون اینکه بلند شوی بروی کاری کنی، فقط نگاه میکنی. بعد ذهنت موقعی که میبیند تو عکس العمل نشان ندهی میپرد به یک فکر دیگر، میپرد به گذشته، میپرد به آینده و همینطور من و تو باید یاد بگیریم که استاد ذهن خود شویم. We have to learn to master our mind. باید یاد بگیریم که استاد ذهن شویم. باید یاد بگیریم که ما تصمیم بگیریم که چیکار کنیم، نه خواسته های ذهن ما، نه الگوها، نه باورهای از گذشته ما. همه اینها یک نوع تحریک های ذهنی هست. اگر ما متوجه نشویم واقعا اینها به ما عذاب میدهد، اینها زندگی ما را بی‌معنا میکند، اینها از ما وقت میدوزد، اینها از ما توجه میدوزد، اینها از ما انرژی میدوزد، اینها از ما انرژی میدوزد، انرژی که ما میتوانیم بگذاریم روی یک چیز مشخص و یک چیز معلوم که رویش کار کنیم و آن چیز رشد کند و آن چیز برای ما سودمند باشد. اما ذهن در حقیقت به جای اینکه برود یک کار سودمند در وقت خالی انجام دهد، میرود سوشال میدیا چک کند، میرود پست های مردم رو ببیند، میرود اینستاگرام و تیک تاک ببیند. اینها در حقیقت یک میل و یک خواسته ذهنی است که تو نمیخواهی 4 ساعت در سوشال میدیا الکی وقت هدر بدهی، بیهوده و بی‌معنا، پوینتلس، مینینگلس وقت هدر بدهی، وقتت را اینطور مصرف کنی. اما چون در رأس، چون در اون بالا ذهن هست و ذهن دارد هر چیزی میگوید و تو فکر میکنی که تو ذهن و اون افکارهای داخل ذهن هستی. اما حقیقت چیست؟ اما حقیقت این است که تو یک کسی جدا از فکر و ذهنت هستی، یک کسی جدا از این ذهنهای خودکار هستی، از این فکرهای خودکار هستی که به طوری مداوم همیشه جریان دارد در سرت. تو یک کسی جدا، یک کسی هستی که درگیر و در بند این افکارهایی که صبح تا شب در ذهن ما میپرد بالا، از این به اون، از آن به این. تو اون نیستی،
تو یک کسی هستی که اینها را میبیند، اما میتواند کسی باشد که به اینها واکنش نشان ندهد. میتواند کسی باشد که فقط نگاه کند. میتواند کسی باشد که به محض اینکه آمد بدون اینکه بچسبد به یک فکر و این فکر را ادامه بدهد، میتوانی فقط نگاه کنی و اون فکر مثل پرنده‌ای در آسمان ذهنت میآید و رد میشود. اگر بچسبی بهش، بعد این فکر تو را میبرد به گذشته، به آینده، وصل به اقتصاد، به مقایسه، به قضاوت، به همه چیز. یک فکر میتواند وصل شود. همینطور مثل یک ویل تو داخل این فکر میپری و این ویل صبح تا شب میچرخد و به هیچ جا نمیرسد و آخر فقط تنها کاری که میکند انرژی تو را میگیرد و تو داخل این میدوی اون ویل ها و اون چرخه های داخل پارک هستن. بعضیا که میپرن داخلش میدوان، اون فقط میچرخه و آدم داخل اون چرخ و اون ویل میدود و اون آدم خسته میشود و اون ویل و اون چرخه به هیچ جایی نمیرسد. این فکر وقتی به یک فکر میچسبی، فکر دقیقا همینطور هست، تو رو میبرد به گذشته، به آینده، به هزار تا حرف دیگر، هزار تا جای دیگر، به هزار فکر دیگر، به هزار خاطره دیگر. ذهنت اون میموری هایت میآید بالا، اون همه گذشته هایت میآید بالا. یک فکر، اون یک پرنده‌ای که در آسمان ذهن در حال پریدن هست، تو میتوانی فقط رهایش کنی که رد شود برود. اما همچنان 99% از ما میچسبیم به یک فکر و این فکر ما رو میبرد و به هیچ جایم نمیرسد. آخرش از ما انرژی میگیرد و ما را بیحال و خسته رها میکند. و خیلی از ماها حتی خواب نداریم به خاطر ذهن. حتی قبل اینکه زمانی که تو شب میخواهی بخوابی، ذهنت ادامه دارد، هنوز حرف میزند، هنوز این چرخه ادامه دارد و زمانی که تو میخواهی صبح بیدار شوی، قبل اینکه این بدن فیزیکی از تخت بپرد پایین، ذهن و اون صحبت های ذهن شروع شده است. ذهن هنوز صحبت میکند، نفرت دارد نسبت به کاری که داری، نفرت دارد نسبت به همکاری که داری یا نسبت به هر چیزی و همه این افکارهایی که در ذهن ما هستن 95 تا 99% اینها منفی هستن یا بد هستن یا مثل سم هستن برای من و تو. و این ذهن و این حرف ها و این منفیاتی که در درون ما وجود دارد، یک بار تصور کن یک آدمی که پر از حسادت هست، پر از مقایسه هست، پر از نفرت هست، پر از ترس هست، پر از یک انرژی منفی هست. فرض کن این آدم را 95% از ما این آدم هست که درونش پر از انرژی منفی، پر از قضاوت، پر از حسادت، پر از نفرت، پر از ترس، پر از حسرت هست. یک بار نگاه کن همه درون، همه ذهنت، همه وجودت، همه قلبت پر از یک انرژی سیاه و منفی باشد، هیچ نوری در درونت وجود نداشته باشد. فقط از خود بپرس که چطور میتوانی با یک درون ناآرام و یک ذهن ناپاک یک زندگی آرام و پاک خلق کنی. یک بار از خود بپرس. اگر تو نتوانی کنترل داشته باشی روی ذهن و درون خود، چطور میتوانی یک زندگی خلق کنی که رویش کنترل داشته باشی؟ اگر روی احساسهایی که در تو هر روز ایجاد می شود و افکارهایی که هر روز در ذهنت صحبتهایی از گذشته و آینده هست، اگر تو نتوانی اینها را رها کنی و اگر تو نتوانی اینها را ببینی و رها کنی، نمیتوانی یک درونی آرام بسازی، پس نمیتوانی یک بیرونی آرام بسازی. دوباره برمیگردیم به این که مدیتیشن و مراقبه و سکوت راه برای آرام کردن درون هست،
راه برای فهمیدن و شنیدن زندگی هست. این که ما حقیقتا زندگی برای من و تو هر روز یک پیامی، هر لحظه یک پیامی، هر موقع با من و تو حرف میزند. هر دردی که تو میکشی، بعد اون درد تو میتوانی حرف زندگی رو دریافت کنی. هر شکستی که میخوری، بعد اون شکست میتوانی دقیقاً درس های زندگی رو دریافت کنی. اما ما چون درونمان آرام نیست، استیمولای مثل محرک های بیرونی خیلی زیاد هست، سر و صداهای بیرونی خیلی زیاد هست، سوشال میدیا یا هر چیزی که باعث می شود توجه من و تو رو بدزدد، چون خیلی دزدیدن توجه من و تو زیاد شده و من و تو گم شدیم در این سر و صدا، نمیتوانیم در حقیقت درس های زندگی رو بگیریم. نمیتوانیم بفهمیم زندگی دارد به من و تو چی میگوید و حرف های زندگی چیست. و چون درون ناآرام هست، چون ذهن، دروازه ذهن باز هست، پنجره های ذهن باز هست به روی همه اتفاق ها، به روی همه پست های خوب و بد، بر روی همه اخبارها، بر روی همه اتفاقهای بد که برای من و تو ضرر دارد، در من و تو انرژی منفی ایجاد میکند، در من و تو فکرهای منفی ایجاد میکند، باعث میشود که بیقراری ایجاد کند در درون من و تو، باعث میشود که صلح من و تو رو از من و تو بدزدد. ذهن من و تو اینطور بر روی همه اتفاقها باز هست و هیچ کس نیست که این در را ببندد، هیچ کس نیست که این پنجره های ذهن را بر روی این اتفاق ها ببندد و این همیشه 24 ساعته بر روی همه اتفاق ها و همه اخبار های منفی، همه پست های منفی باز هست. همیشه همینطور، همیشه جریان دارد، همیشه هر چیزی که میخواهد میآید داخل ذهن ما و یک گندکاری و یک چرت و یک احساس در ما ایجاد میکند میرود. یک خبر از جنگ میآید در ذهن ما، بعد میرود یک احساس بعد، یک احساس ناامنی، یک احساس ترس نسبت به آینده در ما ایجاد میکند میرود. یک پست خوب از یک دوست و رفیق ما میبینیم، یک احساس مقایسه در ما ایجاد میشود، یک حرف های علکی در ذهن ما ایجاد میشود و بعد یک احساسی بی‌ارزشی و کمبودی در ما ایجاد میکند و میرود. پس چطور بتوانیم با این ناآرامی وجود، با این که ذهن بر روی همه چیزی زشت و خراب و بد همیشه باز باشد و همه چیز و هر چیزی که بخواهد داخل ذهن ما شود و وارد شود درون ما و گند کاری خود را بکند و بزند بیرون، چطور میتوانیم با این درونی گند که بوی گند از درون میزند بیرون یک زندگی آرام خلق کنیم؟ چطور؟ و یک بار تصور کن تو همه بیرون هم آرام باشد، همه چیز هم خوب باشد. اگر درونت آرام نباشد، بیرونی وجود ندارد، آرامی در اون بیرون برای تو وجود ندارد. در حقیقت درون تو مسئله است، در حقیقت ذهن تو مسئله است، در حقیقت اون فضای درونی و ذهنی تو مسئله است. فقط یک بار واقعا از خودت بپرس، اگر تو بخواهی یک جمله و یک لغت و یک داستان را یاد بگیری و حفظ کنی، فقط چطور میتوانی با ذهنی که میترسد و استرس دارد و حسرت دارد از گذشته و هزار تا بیقراری داخلش وجود دارد، چطور میتوانی با این ذهن این درس را یاد بگیری، این داستان را حفظ کنی، این داستان را بفهمی، مطلب این داستان را بگیری و مدیتیشن و مراقبه و سکوت واقعا اینقدر تکرار شده. کتاب ها هست درباره این که قدرت سکوت، و این کتاب ها
در حقیقت قدرت سکوت را به من تو میگوید، اما به من تو نمیتواند بفهماند، به من تو نمیتواند بدرکاند، نمیتواند اون درک و اون احساس را که تو خودت باید بیابی و سکوت کنی، اون کتاب ها نمیتواند در من تو ایجاد کند. این حرف های من، اون کتاب های بیرونی، همه کسایی که درباره سکوت و مدیتیشن حرف میزند فقط یک نقشه است و رفتن و اجرا کردن این نقشه را باید تو بروی و اجرا کنی. تو باید این نقشه را پیاده کنی، تو باید این نقشه را بروی. دیگر کسی دیگر در مسیر رشد درونی تو همراه تو نیست. هیچ کس در مسیر رشد و در ساختن یک درون آرام و زیبا همراه تو نیست. تو تنها هستی در مسیر ساختن یک درون آرام. تو تنها هستی و باید خودت همه این قدرت هایی که گفته می شود بهت و همه این قدرت هایی که روی همه کتاب ها می خوانی، به طور جمله، به طور مطلب خوب در سوشال میدیا داری اسکرول می کنی، همه اینها را تو باید درک کنی. از درون خود باید این قدرت ها را دریابی و درون خود را باید آرام کنی که بفهمی که واقعا آرامش حقیقی و درونی به چی معنا هست، صلح درونی به چی معنا هست. فرق نمی کند واقعا چقدر کتاب بخوانی، اگر از درون خود درکش نکنی و نفهمیش، اگر درون خود را آرام نکنی و اون علم را و اون دانشی که خوانده ای را از درون خود در نیابی، اون دانش هنوز به عنوان یک دانش و یک اطلاعات در ذهنت هست، اما درک نشده هنوز. ما خیلی دانش داریم، ما خیلی چیزها را میفهمیم، ما خیلی باورهای خوب داریم، اما هنوز از درون حس نشده. هنوز اون enlightenment، اون نور درونی در ما روشن نشده. تا اون نور درونی در ما روشن نشود، تا اون انرژی ها و اون ناآرامی درون از درون نزند بیرون، اون نور و اون روشنایی دیده نمی شود. پس راهی اینها این است که برگردیم درون خود را نگاه کنیم و آرامش ایجاد کنیم در خود، صلح ایجاد کنیم در درون خود. و یک بار تصور کن واقعا که درونت آرام باشد، هیچ انرژی منفی وجود نداشته باشد، چقدر مسیر تو مشخص و معلوم و رشد تو سریعتر خواهد بود. انگار هیچ استیمولار، هیچ محرک بیرونی وجود ندارد که بتواند آرامش تو را بگیرد، که بتواند انرژی تو را بگیرد، که بتواند ذهن تو را ناآرام کند، که بتواند توجه تو را بگیرد. توجه تو را where attention goes energy flows, where attention goes your body follows. هر کجا انرژیت می رود اون وقت بدنت اون را دنبال می کند. هر کجا اندیشه‌ات رود آنگه تو را آنجا کشد. هر کجا اندیشه‌ات رود آنگه تو را آنجا کشد. پس اول وقتی درون آرام کنی، بعد میفهمی توجه رو روی چی چیزی بدهی. اگر گم شده ای، اگر واقعا نمیفهمی در این روزها چی کار کنی، اگر واقعا نمیفهمی که زندگیت را چطور مدیریت کنی، چطور هندل کنی، چطور چطور مدیریت کنی، باید درونت را آرام کنی. چون این احساس گم شدگی و این احساس نداشتن مسیر درونی هست و راه حل هم در درون توست. باید از درون خود دریابی و این را چه وقت میتوانی دریابی؟ زمانی که درونت را آرام کنی. آرامش درونی میتواند به تو راه تو را نشان دهد، به تو مسیر تو را نشان دهد. تا وقتی فرض کن تو
میخواهی به یک هدف برسی، میخواهی بروی به یک لوکیشنی از ابتدا به مقصد، از مبدا به مقصد میخواهی بروی. تو برای اینکه بخواهی از مبدا به مقصد بروی باید مسیرت را ببینی، باید متوجه باشی دقیقاً که از کدام جاده بروی، از کجا بروی، از کجا به راست بپیچی، از کجا به چپ بپیچی، از کجا مستقیم بروی. پس تو باید قدرت این را داشته باشی که موقعی که داری از مبدا به مقصد حرکت میکنی توجهت را کنترل کنی. زمانی که به پیچ رسیدی توجهت به آدم های اطرافت نباشد، توجهت به ماشین های اطرافت نباشد، توجهت را هر ماشینی که از کنارت رد می شود ندزدد، هر آدمی که از کنارت رد می شود ندزدد. تو باید متمرکز و در لحظه حال متمرکز روی هدف و مقصد و راهی باشی که داری می روی. پس تو باید یاد بگیری توجهت را کنترل کنی برای رسیدن به مقصد، برای رسیدن به یک جایی. و برای رسیدن به یک جایی تو باید درونت را آرام کنی، بعد میتوانی به راحتی بروی، مسیر برایت باز میشود. تو اگر واقعا به صلح درونی خود برسی و عمیقاً و دروناً به اون صلح و آرامش درونی برسی، هدف را دیگر مثل این که به هدف رسیده ای. چرا؟ چون مسیر خیلی واضح می شود برایت، چون هدف قابل دید می شود، مشخص، معلوم، مسیر، راه، همه چیز واضح می شود برایت، همه چیز معلوم می شود برایت. سخت هست مسیر، شاید سخت باشد، شاید مانع ها باشد، اما معلوم می شود. اما دیگر تو راهی داری، راهی حل داری و داری از دنیا اطلاعات و راهی برای رد شدن از مانع ها را دریافت میکنی. و همه یونیورس و همه کائنات و خدا، نامش را هرچی میگذاره بگذار، همه اینها آماده است که من و تو با اینها همسو شویم و حرکت کنیم با اینها. و اینها همه اینها آماده است که دست من و تو رو بگیرد، به من و تو کمک کند، به من و تو یاد بدهد، به من و تو راه روش زندگی کردن درست رو به من و تو یاد بده، به من و تو کمک کند من و تو به هدف برسیم، به من و تو کمک کند من و تو یک زندگی سالم داشته باشیم. همه اینها آماده است و هر روز هم به من و تو یاد میدهد. بعد هر درد، بعد هر شکست، بعد هر آدم، بعد هر دیدار، بعد هر اتفاق دارد به من و تو درس میدهد، دارد با من و تو حرف میزند. و این حرف ها را زمانی شنیده می شود که درون آرام باشد، ذهن آرام باشد، ذهن درگیری استیمولای محرک های بیرونی نباشد، درگیری حرف های چرت و پرت نباشد، درگیری فکرهای چرت و پرت نباشد، درگیری گذشته و آینده نباشد، در حالی اثبات کردن خود به دیگران نباشد. زمانی که اینها از درون رفت بیرون، یک فضای آرام ایجاد می شود و در اون فضای آرام تو می توانی هر چیزی که دنیا به تو میگوید را دریافت کنی و قدم برداری. همین قدر واضح و مشخص. و اگر واقعا این مطلب به دردت میخورد و میتوانی ازش استفاده کنی، خیلی عالی، خیلی عالی، خوشا به حالت. واقعا من فکر میکنم که این روزها آدم ها واقعا همه دارن ذهنی زندگی میکنند، نه قلبی، نه درونی. یک ذهنی، منظورم از این که ذهنشان دارن برایشان تصمیم میگیرن و بیشترشان درگیر در سوشال میدیا هستن. همیشه موقعی فرض کن داخل اتوبوس هستی، باید تلفنت رو بکشی، یک کاری نگاه کنی، یک کاری بکنی، یک پستی نگاه کنی، یک فیلمی، یک ویدیویی ببینی. و اگر این کارا نکنی باید یک کار دیگه کنی، باید به مردم نگاه کنی، باید ذهنت را مصرف کنی. این ذهنت را باید مصرف کنی و زمانی که قدرت را تو در دست بگیری و
هر میلی که ذهنت داشت تابع میل های ذهنت نباشی، زندگی واقعا همراهت را می آید. زندگی دشمن من تو نیست، زندگی خدا، زندگی دشمن من تو نیست. خدا و زندگی اینجا نیست که فقط به من تو عذاب بدهد، که فقط به من تو درد بدهد. همه اینها آماده است به من تو کمک کند، فقط من تو آماده نیستیم که بفهمیم چطور اینها آماده است به من تو کمک کند. و اگر این مطلب به دردت میخورد، واقعا یک مطلب مفید هست، یک مطلب ارزشمند هست، یک مطلبی که و امیدم این است که واقعا اگر یکی از درون و از عمق و بدون اینکه بدون قضاوت، بدون expectation، بدون انتظار، بدون کدام چیزی به این مطلب عمیقا گوش بدهد، واقعا میتواند مطلب های درستی از اینجا دریافت کند و عملی کند و یک زندگی خوب ساخت. چرا که نه، واقعا امکانش هست. و این مطلب یک مطلب مفید هست و بیشتر آدم ها دیگر دنبال مطلب مفید نیستن، دنبال مطلب هایی هستن که بهشون خوش بگذرن. مطلب های مفید، شاید کارهای مفید بعضی وقتا وقتی ما انجام میدهیم به ما خوش نمیگذرد، اما برای من تو مفید هست. مثل دارویی که تلخ هست اما برای بدن من تو مفید هست. اما بیشتر آدم ها در حالی که مریض هست اما دارن چیزهایی را میخورن که دارن به مریضیشان افزایش میدهد، دارد مریضیشان را بیشتر میکند، دارد دردشان را بیشتر میکند، دارن بیشتر غرقشان میکند، دارد بیشتر از زیبایی زندگی دورشان میکند. و مطلب های مفید خیلی خوشایند نیست، خیلی ظاهر خوبی ندارد، حقیقت خیلی ظاهر خوبی ندارد، خیلی از دور خوب به نظر نمی رسد. مثل این که چیزهایی که ذهنی هست و چیزهایی که خیلی خوب به نظر می رسد از دور، در حقیقت درون زیبایی ندارد. اما چیزی که از دور خیلی خوشایند و زیبا به نظر نمی رسد، اما درونش چیزی زیبایی هست. اما مفید بودن و طول مفید بودنش بیشتر هست نسبت به آن چیزی که از بیرون خوب به نظر می رسد. آدم هایی که ما دنبالش هستیم، فرض کن جوان هایی که مثل پسرهایی که دنبال دخترهای خوشگل هستن و همچنان برعکس، فقط این خوشگلی شاید بتواند برای چند مدتی راضی کند ذهن را، اما حقیقت درون خودش را ظاهر خواهد کرد. حقیقت درونی ما، ناآرامی درونی ما، بوی گند درونی ما اگر درست نباشد میزند بیرون از پنجره ها، از یک جایی، یک توری، یک عملی، یک عکس العملی به یک شکل خودش را نشان خواهد داد که چی آدمی هستیم. شخصیت ما خودش را نشان خواهد داد، نه صورت ما واقعا خیلی اهمیت ندارد دیگر. عمیقاً اگر نگاه کنیم دیگر اهمیت ندارد. و دور نشویم از مطلب که این مطلب کسی که واقعا دنبالش باشد، کسی که واقعا دنبال یک زندگی درست و آرامش بخش باشد، یک زندگی هدفمند و زیبا باشد، این مطلب به دردش میخورد. و هر کی هم استفاده میکند نوش جانش، و هر کی هم استفاده نمیکند هیچ فرقی نمیکند به حال من.